میخوایم ببینیم ریشه واقعی معروفترین ورزش سلطنتی ایران کجاست. این سوال ما رو مستقیم میبره به قلب یه تاریخ فراموش شده. الان که نگاه میکنیم اینجا یه میدون آرومه، اما قبلا اینطور نبود. اینجا روزی قلب تپنده دربار پادشاهان و محل برگزاری بازی شاهان بود. خب بیایید برگردیم به اواخر قرن 15 میلادی، یعنی دوران طلایی این میدون. چوگان فقط یه سرگرمی ساده نبود، یه جور تمرین نظامی جدی بود. حتی سیاهای ونیزی هم از عظمت این میدون توی گزارشاشون نوشتن. بعد از ترکمان‌ها، صفوی‌ها همین سنت رو تو پایتختشون تبریز ادامه دادن. اما چقدر بزرگ! بذارید یه مقایسه جالب بکنیم. میدون صاحب آباد تبریز به شکل عجیبی از میدون معروف نقش جهان اصفهان بزرگتر بوده. بله، درست شنیدید. بیش از 2 برابر بزرگتر. این یه نکته کلیدیه. خب، حالا میرسیم به اصل مطلب. چرا میگیم تبریز مادر چوگان ایرانه؟ اول از همه قدیمی‌ترین و معتبرترین اسناد تاریخی به اینجا اشاره دارن. دوم اینکه چوگان بخشی از سیستم نظامی ترکمنها برای تمرین سوار نظام بود. سوم، مسیر انتقال بازیه. چوگان از تبریز به قزوین و بعد به اصفهان رفت. و چهارم، حتی یونسکو هم تو پرونده ثبت جهانی چوگان به میدون صاحب آباد اشاره کرده. سوال تلخ اینجاست که چرا با این همه سند این تاریخ فراموش شده؟ این جدول خودش گویای همه چیزه. یه فاصله عمیق بین گذشته و حال. متاسفانه بی‌توجهی‌ها باعث شده این جایگاه تاریخی مهم کم کم از یاد بره. اما هنوز دیر نشده. میشه این هویت رو احیا کرد. بیایید ببینیم چطوری. این چند تا قدم عملی یه نقشه راه برای برگردوندن جایگاه واقعی تبریزه. یادتون باشه این فقط داستان یه ورزش نیست. داستان احیای هویت ماست. این جمله رو باید به خاطر بسپاریم. چوگان یه میراثه که تو تبریز متولد شد. آینده این میراث بزرگ به آگاهی و تلاش امروز همه ما بستگی داره. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی، سیزین، سسی نیز.